سلام. صحبت برنامه امروز مسئله نیروی برق است که زمستان ها این مسئله در تاجیکستان داغ‌تر می شود چون مردم به قدر کافی در ناحیه و روستاهای کشور با نیروی برق تامین نیستند و در بعضی از ناحیه ها در یک شبانه روز 5 ساعت نیروی برق داده می شود، در بعضی از ناحیه ها 6 ساعت و یا از این کمتر. و عین این کمبودی نیروی برق گزارش های نشر شد که گفته می شود حکومت قیمت نیروی برق را در تاجیکستان شاید در آینده نزدیک بالا می برد. برای صحبت در این موضوع به برنامه ناظر جان یادگاری سخنگوی شرکت برق تاجیک را دعوت کردیم و صابر وزیر اقتصاددان را که اندکی بعدتر به ما می پیوندد. و سوال نخستین به ناظر جان است که آیا در واقع در آینده نزدیک برنامه بالا بردن قیمت نیروی برق در نظر داشته شده است؟ من در این باره حالی یگان اشاره، یگان حجت، یگان چیز نه از شرکت برق تاجیک نه از حکومت است، یعنی که در سطح حکومت و در سطح برق تاجیک در باره بالا بردن نرخ یگان گپ، یگان حجت نیست. من فقط در این باره اندیشه خود رو اظهار کردن میخواهم که با این تعریف هایی که امروز موجود است ما ساحه رو پیش بردن نمیتونیم. مهمان دیگری ما با برنامه همراه شد صابر وزیر اقتصاددان تاجیک از پژوهشگاه دموگرافی و اقتصاد تاجیکستان. بالا برداشتن هر گونه نرخ‌ها سببگار زیاد شدن دزدی برق یعنی می شود و همه نشان دهنده هم گواهی آن هستند. هر چیزی که ارزان است به قدرش نمیرسند و وقتی که ما مثلا حاضر برای آن که این غیر قانونی استفاده بردن نیروی برق کم شود، یعنی که خیلی که هم صحبت ما گفتن دزدی برق کم شود، ما باید مسئله حساب کتاب و جاری کردن حسابگیرک های برقی نو رو جاری کنیم. فرض کردیم برای اون که در تمام تاجیکستان حسابگیرک های برقی پیش پرداخت یعنی کارتی وصل کرده شوند، برای این از روی حساب متخصصان ما 40 میلیون دلار در و وقتی که از استاندارد بین المللی خیلی ارزان است نرخ برق ما، در این صورت ما باید نرخ برق فرض کردیم اگر 20% زیاد کرده شود، این تقریبا 2 دیرم رو تشکیل میدهد. مثلا هر یک ساکن تاجیکستان برای 1 کیلووات ساعت 2 دیرم زیاد اگر مبلغ صرف کند، لیکن این کل و این وقتی که تمامی مثلا مشتریای ما که 1,200,000 هستند، اینا این جمع می شود، این برای نجات سیستم، برای مثلا ترمیم و تجدید سیستم در کار است. اما باز تاکید میکنم که آن تجربه‌ای که ما داریم، آن بگیم که تحلیل ها یا که نظرسنجی های هستند، یکی از مشکلات های اساسی که در این ساحه هست و میتواند قسما مشکلات کمبودی برق حل کنه، این از بین بردن دزدی در سیستم برقی جمهوری تاجیکستان هست. بعد از آن می شود که نرخ بالا برد. اول باید ما اون مشکلات داخلی سیستم حل کرده شود، بعد از آن بعد مشکلات رو یعنی نگرسکه رو همون وزبینی رو بعد مردم تاجیک گذاشتن. خب اگر مخالف نباشید اینجا نظری چند راهگذر در دوشنبه رو دایر به قیمت برق بشنویم و سپس صحبت را ادامه بدیم. برای من وزبینی نمیکنه، لیکن هستن نفرها همسایه ما یا رفیق هست که مبلغ‌های نوچیزی میگیرن، 300-400 سومانی میگیرن. حالا که من دریامو قریب 2,500 سومانی به دست میارم، برای من نوچیز است. مبلغ صرف خدای برق قدر نه که برای وایو وزبین میرفتن. ناحیه ما ناحیه دراز است. در ناحیه ما در بعضی شلوغ جای‌ها تازه چوچ ندارن که چی مقدار کار میکنه قوای برق پولی وای بدن و یعنی عمومی میگیرن، بعد با یک مثال چطور فهمونم همه برابر کسی که چی نمود قوایی که استفاده میبرد این استفاده برده. مثال بعضی بیچاره حال ها مثال ندارن یگان مثال چی بگم من پیچکای الکتریکی، خب حمام ها و غیره 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 سو برابر تقسیمش میکنن. این ناحقی است. همین وزنش همین که اگر کوئی برق هم وقت باشه همین کم پامو رو اپل کرده این خوبه هیچ نیای مولا هم ارزانه یا من اکو یک موشه اپل کرده میگه 1,800 2,000 چون این خونه سه دایم ما مثلا 100 600 بار
600 سومون میسپاریم یا نسپاریم. بعضا متخصصا گفته استند که باید در تاجیکستان هم همین را قیمت کنن به نرخ جهانی برابر کنن. شما چی فکر دارید؟ این کار دولت است. برنامه چشمانداز رادیو آزادی است و سوال به صابر جان است. در واقع ناظر جان گفت که باید با نظرداشت طلبات زیاد قیمت برق را بالا برد، اما این زمان باید غم مردم را هم خورد. یعنی چه کار باید کرد تا مثلا مردمی که به سختی برای زندگی پول می‌یابند از بالا رفتن قیمت برق یک بار باز بیشتر زیان نبینند؟ فکر میکنم که حتما باید که نیروگاه‌های برقی نو ساخته شوند. دیگر اینکه مسئله اداره کنی توکل در سیستم برق تاجیک من باوری دارم که وجود دارد و این باید که به مراتب پرزور کرده شود. یعنی چگونه؟ یعنی باید که تحلیل گذراندن در کار است که یک کارخانه‌ای که صنعتی هست در یک ماه اگر 500 سومونی سپارد، یک شهرمند دیگر هم هست که در یک ماه در موسم زمستان 300 400 سومونی میسپارد. سوال به میان میاد که چگونه من در نظر دارم شهر دوشنبه رو، چگونه یک کارخانه‌ای که صنعت دارد یا کار با استحصال مشغول 500 سومونی میسپارد و شهرمند هم 300 یا 400 سومونی در یک ماه پرداخت میکنه. این سخن من تصدیق کردن نمیتونم. وقتی که در شهر دوشنبه من گفتم حسابگیرک‌های الکترونی نصب کرده شدن، خیلی یگان کارخانه نیست که از روی توکل در حق برق سپارد. همه این از در ترانسفورماتورها و خود کارخانه‌ها به حساب گرفته میشوند و مثلا اگر اون کس امروز میگفتن که فرض کردیم فلان کارخانه از روی توکلی پول حق برق میسپارد، این برای ما بسیار خدمت خوب میشد. ما رفتیم اون کارخانه را سنجش میگذراندیم. منظوری گفت من اون نبود که اونا پرداخت از روی توکل است. یعنی منظورم به راه ماندن سیستم توکلی، سیستم اداره کنی ریسک در برق تاجیک، یعنی در اساس قیاس. من شما رو فهمیدم. وقتی که اگر فرض کردیم نرخ برق زیاد شود، از این اهالی و مردمی که کم بیزواتن اونقدر ضرر نمیبینن. برای اون که فرض کردیم اگر نرخ برق برای اهالی حاضر 11 دیرم باشد، در صورت 20% برداشتن نرخ برق میتواند که این به 13 و از 2 دیرم 13 دیرم برابر شود. ناظر جان گفتند که بالا بردن قیمت نیروی برق به منفعت مردم کشور است. در واقع به نظر شما چنین هست؟ می‌بینید تحلیل های اصلا این چنین گفتار هم اقتصادی هست، هم بانک جهانی هم چنین پیشنهاد میشه میکنه وقتی قوای برق ارزشش بالا برداشته میشود، یعنی کوشش ها به خرج میشه داده میشوند که استفاده بردن اون هم کم شود. یعنی وقتی که ما میدونیم که ما 500 600 سومونی در ماه میسپاریم، کوشش میکنیم که 400 سومونیش کنیم. یعنی این طبیعی استفاده بردن قوای برق رو کم میکند. اما ما باید همیشه در نظر گیریم که در کدام کشور زندگی میکنیم و اون عادت‌های همیشگی یعنی دزدی برق در ما وجود است. یعنی ما باید آمیزش این دو مسئله رو در پرابلم حل کردن تامین برق باید به نظر گیریم. دیگر آنی که واقعا برای بازم اگر ما نظارت فروش برق و گرفتن جمع‌آوری پرداخت برق را درست کنیم، در این مورد اگر ارزش قسما من در نظر دارم در ساحه صنعت برداشته شود، این هم یعنی یک تأثیر مثبت دارد. تشکر زیاد. خوب رسیدیم به پایان برنامه امروزه چشمانداز. از شما مهمانان عزیز برای حضورتان بسیار سپاسگزاریم. سلامت و تندرست باشید و خدا نگهبان.